سئو اصول ثابتی داره که حتی با تغییرات تدریجی توی الگوریتم گوگل هم تغییر نمیکنه. تولید محتوای خوب، دریافت بکلینک های مرتبط و رعایت تکنیک های سئو داخلی و فنی از جمله این اصوله. با این حال توی کار سئو روش‌های خاصی هم وجود داره که توجه به اونها میتونه نقطه قوت و تفاوت شما نسبت به رقباتون باشه و در عمل راز موفقیت توی سئو بعد از رعایت استانداردهای متداول توجه به همین جزئیاته. معمولا به این روش‌ها هک سئو میگن. سلام، من یاسر هستم و اینجا با ماتاست. توی این ویدیو 6 هک سئو جالب رو بهتون معرفی میکنم که استفاده از اونا میتونه نفس تازه‌ای به سایتتون بده و سرعت رشدش رو بیشتر کنه. اولین پیشنهاد هرس کردن محتوای موجوده. این روش به خصوص برای سایت‌های محتوا محور، یعنی سایت‌هایی که تعداد زیادی صفحه و محتوا به خصوص توی بخش بلاگشون دارن میتونه خیلی موثر باشه. توی این روش شما باید تک تک صفحات سایتتون رو دونه دونه بررسی کنید و اونها رو توی یه سری لیست های مختلفی که ساختید قرار بدید. انتخاب این لیست ها میتونه بر اساس خلاقیت شما باشه. به عنوان مثال صفحات قدیمی که کلا توی 10 نتیجه اول گوگل برای هیچ کلمه کلیدی قرار ندارن میتونه یه لیست باشه که معمولا اینها رو میتونید حذف کنید و یا ریدایرکت 301 کنید که اعتبارشون رو به صفحات مرتبط دیگه منتقل بکنه. یا یه لیست دیگه میتونه صفحاتی که حجم محتوای خیلی کمی دارن باشه. مثلا صفحاتی که کمتر از 300 کلمه محتوا داخلشونه عملاً هیچ وقت شانس رتبه گرفتن ندارن، به طور معمول البته، که اینها رو هم میشه یا به همون روش قبلی حذف کرد، یعنی ببینیم بیهودن و فایده‌ای ندارن و حذفشون کنیم، یا بهبودشون بدیم و حجم محتوا رو بیشتر کنیم و شانس رتبه گرفتن براشون ایجاد بکنیم. یه روش دیگه هم پیدا کردن صفحاتیه که با کلمات کلیدی مرتبط انتهای صفحه اول یا ابتدای صفحه دوم نتایج گوگل هستن، یعنی جایی که استعداد رشد دارن ولی هنوز بازدیدی به دست نمیارن اگرچه ایمپرشن معمولا بالایی دارن. اینا صفحاتی از شما هستن که استعداد گرفتن بازدیدشون بالاست و خیلی راحت با یه مقدار کار روی اونها میتونید بالاشون بیارید و ازشون بازدید بیشتری بگیرید، مثلا با آپدیت محتواشون یا ساختن لینک داخلی و خارجی برای این صفحات. به طور خلاصه توی هرس کردن محتوای سایت شما صفحات سایت رو دوباره بررسی میکنید و بر اساس نیاز اونها رو حذف میکنید یا بهبود میدید. من به زودی یه ویدیو کامل درباره روش هرس کردن محتوای سایت ها میسازم که کاملا با جزئیات دقیق در این مورد صحبت بکنیم و لینکش رو هم همین بالا و هم توی توضیحات ویدیو میذارم که مطالعهش بکنید. هک سئو پیشنهادی دوم توجه به مفهومی به نام سئو موجودیته. توی این روش پیشنهاد میشه در کنار کار روی کلمه کلیدی محتواتون رو بر اساس موجودیت‌های مرتبط هم بهینه کنید. منظور از موجودیت هم نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط با موضوع محتواتونه. مثلا اگر کلمه کلیدی شما هلوه، باید مشخص کنید که دارید درباره شرکت هلو حرف میزنید یا درباره میوه هلو صحبت میکنید. البته این یه مثال خیلی ساده است، اما به طور کلی هر چقدر که بتونید دقیق تر توی محتواتون به این مسئله بپردازید که هر بخش از محتوا به چه نهاد یا سازمانی مرتبطه یا داره بهش اشاره میکنه، گوگل درک بهتری از محتوای شما به دست میاره و رتبه مناسب تری بهش میده. البته توی این روش زیاده روی هم نکنید و توضیح بدیهیات ندید، چون خیلی راحت میتونه مطلب شما رو برای مخاطبتون کسل کننده کنه و اون رو زده بکنه و از صفحه سایت شما خارج بشه. روش بعدی بهبود لینک سازی داخلی. شما وقتی یه مقاله‌ای رو برای سایتتون برای اولین بار تولید و منتشر میکنید، یه تعداد لینک داخلی هم براش میسازید. لینک هایی که معمولاً ارزش سئویی دارن یا احتمال میدید برای مخاطب مفیده و روش کلیک میکنه و به صفحه های دیگه سایتتون میره، اون صفحات رو هم مطالعه میکنه. اما بعد گذشت یه مدتی از انتشار محتوا، با دیدن رفتار واقعی کاربر با اون صفحه میتونید لینک سازی داخلی صفحاتتون رو بهبود بدید. مثلا بررسی کنید که صفحات خروج سایتتون کدوما هستن، یعنی صفحاتی که کاربر از اونها در نهایت از سایت شما به طور کامل خارج شده.
بعد بیایید تلاش کنید با گذاشتن لینک داخلی مناسب یا دکمه کال تو اکشن خوب، همون دکمه CTA منظورمه، و چشمگیر توی اون صفحه نرخ خروجش رو پایین بیارید. اینطوری کمک میکنید که تعداد صفحات بازدید شده توسط هر کاربر توی سایت شما بیشتر بشه. از طرفی گوگل ارتباطات داخلی سایت شما رو از طریق لینک ها متوجه میشه، یعنی در واقع این ارتباطات سیگنالیه برای درک اهمیت صفحات مختلف برای گوگل. بنابراین از این روش میتونید به گوگل بفهمونید که کدوم صفحات سایتتون براتون مهمتره. یه نکته رو هم اینجا در نظر داشته باشید که برای لینک دادن از متن‌های مرتبط یا انکر تکست‌های مرتبط به اصطلاح استفاده کنید و مثلا یه کلمه‌هایی مثل اینجا کلیک کنید، دیدن بیشتر، مطالعه بیشتر و اینها توی متن مقاله استفاده نکنید. روش بعدی استراتژی ساخت بکلینکه، ولی احتمالاً برای سایت‌های فارسی زبان خیلی خوب کار نمی‌کنه و بیشتر برای سایت‌های انگلیسی و بین‌المللی مفیده. به هر حال به نظرم خوبه که دربارش اطلاعاتی داشته باشید. تو این روش شما عضو یه سری سرویس مثل این دوتا سایتی که توی ویدیو نوشتم میشید. آدرس این سایت ها رو توی دیسکریپشن هم میذارم براتون. توی این سایت ها شما میتونید بر اساس تخصص و تجربتون به نویسنده های مجله های آنلاین معتبر کمک کنید تا مقالاتشون رو کامل کنن. اونها خیلی دنبال این هستن که تجربه شخصی آدم ها رو در مورد موضوعات تخصصی مختلف جمع آوری کنن. در ازاش اونها هم میان به شما کمک میکنن و به صفحات سایتتون که مرتبط با اون موضوع لینک میدن. طبیعتا این کار یکی از ارگانیک ترین روش‌های ساخت بکلینکه. با این حال کمی زمانبر و نیاز به تخصص خوبی هم داره، ولی به هر حال پیشنهاد میکنم حتی برای کسب تجربه هم که شده وارد این دوتا سایت بشید و یکم باهاش کار بکنید و با تکنیکش آشنا بشید. پیشنهاد پنجم هم ساخت سوشال سیگناله. سوشال سیگنال ها همون شیر شدن صفحات سایت شما توی شبکه‌های اجتماعی. کسب و کار شما ممکنه تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی فعالیت جدی نداشته باشه. مثلا فعالیت توی ردیت برای کسب و کارهای فارسی زبان آنچنان مهم نیست، چون که کاربر فارسی زبان خاصی توی این شبکه اجتماعی فعالیت جدی نداره. با این حال اینکه شما یه پروفایل برای وبسایتتون اونجا داشته باشید و به طور مرتب محتوایی که توی وبسایتتون منتشر میشه رو اونجا هم به اشتراک بذارید، فارغ از اینکه کسی اونها رو میخونه یا نه، میتونه یه سوشال سیگنال خیلی خوب و موثر باشه و روی رتبه بندی نتایجتون تاثیر بذاره. این رو هم در نظر بگیرید که ردیت فقط یه مثال بود و میتونید با کمی جستجو یه لیست بلند از این گزینه‌های خوب رو پیدا بکنید و ازش برای ساخت سوشال سیگنال استفاده بکنید. آخرین پیشنهاد هم کار روی موتور جستجوی صوتی. البته این مورد هم بیشتر توی وب انگلیسی کاربرد داره، چون اونجا انجام جستجوی صوتی از طریق تلویزیون و همینطور گوشی و هوشمند خیلی بیشتر پیش میاد. به هر حال اگه میخواید توی جستجوهای صوتی شانس کسب رتبه داشته باشید، بهترین روش اینه که توی محتواتون از کلمات و عبارات عامیانه هم استفاده بکنید. عباراتی که معمولا توی جستجوی صوتی استفاده میشه و شانس این رو دارید از این طریق که توی نتایج جستجوی صوتی هم بیشتر دیده بشید. به انتهای این ویدئوی نسبتاً کوتاه رسیدیم. اگر شما هم هک سئو خوبی رو میشناسید یا تجربه کردید، ممنون میشم اون رو تو بخش نظرات با بقیه به اشتراک بذارید. همینطور اگه یه موضوعاتی مثل کسب و کار آنلاین و دیجیتال مارکتینگ براتون جالبه، خوشحال میشم کانال با ما رو سابسکرایب کنید و توی ویدئوهای بعدی همراه من باشید.